من چه بدانم که آدم بدبخت هر جا برود بدبخت است و این چگونه زندگی است که نه گوشی است و نه اینترنت. ای کاش میشد با زرتشت خواهر خواندم حرف میزدم و خدا کند او اشتباه مرا تجربه نکند که فضانورد شود، چون مریخ بی نهایت سرد است، خشک است و متروکه. طوفان‌ها و گرد و غبارها می توانند آسمان را به ماه‌ها تاریک نگه دارد و مریخ سیاره کوچک است، حتی به اندازه نصف زمین. هوای مریخ شب 73 درجه زیر صفر است و اکسیژن ندارد، چون هوایش از دی اکسید کربن ساخته شده. فکر نکنم کسی در سیاره مریخ لذت ببرد و فاصله زمین با مریخ هرچند متغیر است. میگویند 54.5 میلیون کیلومتر فاصله دارد و کوههای بلند دارد. یعنی مریخ شرایط و هوای ظالمانه دارد که نمیتواند میزبان خوب برای انسانهای کره زمین باشد. رفتم تا ببینم صوفیا مصروف چی است و هر قدر صدا کردم صدایم را نشنید، چون از نهایت گرد و غبار بسیار تاریک بود. وقتی متوجه شدم که صوفیا در سمت چپ من نشسته است، رفتم و پرسیدم صوفیا خوبی؟ جواب نداد. وقتی تکان دادمش که متوجه شدم تمام بدنش را یخ زده بود و فوت شده بود. گریه کردم و بلند فریاد زدم نه خدایا. آقای جان آمد گفت بگذار صوفیا را در همین جا. من رفتم و دیدم که دیگر تابلت ها تمام شده و بالون های اکسیژن نیز هم تمام شده است. پس باید به زمین خبر بدهم. هر پیامی که میفرستاد ساعتها طول میکشید تا به زمین برسد و ساعتها منتظر پاسخ میماندیم و من کم کم مریض و خسته شده بودم. این سفینه خودش از هر کار و هر جا عکس میگرفت و میفرستاد، اما من تشویش میکردم که خدا کند برگردم و مادرم را ببینم و معذرت بخواهم، اما ما نتوانستیم مانند دیگر فضانوردها انرژی را از خورشید بگیریم و از سر وقت دوباره برگردیم. سالها طول کشید و همه رفتند و مردند. تنها من و آقای جان بودیم. جان نهایت مهربان بود. تا گریه می کردم می خواست مرا در آغوش بگیرد، اما من برایش می گفتم پیش نیایی، من مسلمان هستم. می گفت ساری، اوکی. چون این کار در کلتور و عنعناتشان بود، اما من حتی دست با اون نمی دادم. صبح و شب ما معلوم نبود که برای همدیگر بگوییم صبح بخیر و تنها چیزی را که احساس می کردم همین سردی و تاریکی بود. گاهی با خود فکر می کردم، می گفتم که در این ماحول حتی سگ، گربه و پرنده ها هم نیستن. ای کاش در اینجا کبوترها را می توانستم ببینم و پیش کلکین اتاق می آمدند تا با آنها قصه می کردم. آقای جان آمد و گفت سونیا پیام از زمین آمده، خبر داری؟